درود به اولین پادکست آنلاین ما خوش اومدید. من فائقه هستم به همراه بهار عزیزم. بهار از دوستای قدیمی منه، روانشناسه و در کشور قبرس اقامت داره. با توجه به حال هوای این روزهایی که هممون داریم تجربه میکنیم با احساسات عجیب و غریب و در هم گره خورده، احساس کردم که این پادکست میتونه خیلی برای هممون مفید باشه. امیدوارم که ببینید، گوش کنید، لذت ببرید و اون نتیجه کافی و مفیدی که دوست دارید رو ازش بگیر. سلام بهار جان، خیلی خوشحالم که بابای امروز بهار عزیزم و امیدوارم که بتونیم یه گفتگوی خیلی خوب رو با هم داشته باشیم. سلام فائقه جان، مرسی از تو که منو دعوت کردی، مرسی که دغدغه داری و امیدوارم که این تایم و ساعتی که با هم دیگه هستیم بتونیم یه گفتگوی دلنشینی رو داشته باشیم. توی این تقریباً 50 روزی که اتفاقای خیلی عجیب غریبی برای هممون افتاد و اتفاقایی که توی ایران رقم خورد، من احساس میکنم که خیلی اصلا از لحاظ روانی همه آدم‌ها یه چیزای خیلی جدیدی رو تجربه کردن توی درون خودشون و توی ارتباط با آدم‌های دیگه. و این نیاز رو من احساس کردم که بتونم یه گفتگویی با یک آدم متخصص ولی در عین حال یه گفتگوی خیلی صمیمی و خودمونی داشته باشیم که در لابلای این که بحث‌ها و گفتمانی که داریم یه مقدار علمیه، برای خودمونی هم باشه، زبانش که بتونه بیشتر به دل بشینه و مخاطبا لذت ببرن. خودت هر جور دوست داری شروع بکن. فائقه جان، من دیروز یه ویدیویی رو توی اینستاگرامم گذاشتم که خیلی بازخوردهای خوبی گرفت و خیلی دوست دارم که از اینجا شروع کنم که در حقیقت پیش درآمدی باشه برای موضوع خیلی مهمی که میخوام بهش بپردازم. ویدیو از این قرار بود که من یک بخشی از داستان فریدون و ضحاک رو برای دوستان تعریف کردم و در طی اون داستان گفتم که موقعی که فریدون وارد قصر ضحاک میشه، اولین کاری که میکنه زنان رو از شبستان خارج میکنه و دستور میده که مو و سر این زنان رو بشورن، چون فردوسی در طی داستان برای ما تعریف میکنه که ضحاک از طریق طلسم و جادو تونسته بود بر ذهن این زنان حکم فرمانی بکنه و برای همین فریدون به محضی که وارد میشه دستور میده که اینها رو بشورن و بعد سعی کردم برای امروز ایران اون رو تفسیرش بکنم و گفتم که ما به واسطه زیست در حکومتی که خب خیلی هم ماهیتش برای ما مشخصه دیگه امروزه و الان، باعث شده که ما یه سری تفکراتی درمون شکل بگیره و این تفکرات ناخودآگاه روی رفتار ما تاثیر گذاشته و من فکر میکنم که فائقه، من و تو که یه مهاجرتی کردیم و حالا اومدیم و آدم‌های دیگر رو با زیست متفاوتی در کشورهای دیگه دیدیم، متوجه میشیم که علیرغم این که نخواستیم شبیه این تفکر باشیم اما ناخودآگاه روی ما اثر گذاشته. حالا الان و این زمان فرصتی نیست برای اینکه راجع به این چیزا صحبت بکنیم، اما چرا این موضوع برای من در این زمانی که ما داریم از دید تروما به این قضیه نگاه میکنیم اینقدر مهم شد؟ بذار که اینجوری بگم. ببین، تروما وقتی که اتفاق میفته، یعنی یک حادثه اتفاق میفته و تاثیر عمیقی روی افراد میذاره، در حقیقت اون تاثیر روی 4 ساحت میذاره. در حقیقت اون ساحت زیستی ما که میتونه روی خواب ما تاثیر بذاره، روی خوراک ما تاثیر بذاره، یا حالا پرخوری عصبی داشته باشیم یا اصلا نمیتونیم غذا بخوریم، خوابمون به هم میریزه یا هر مسئله دیگه زیستی که پیدا میکنیم. یک بخش دیگه ای هست ساحت عصبیه که خب اصلا باعث میشه که این سیمکشی های مغز تغییر بکنه و شاید مثلا این از جا پریدن های ما، این مرتب گوش به زنگی های ما مربوط به اون بخش عصبی میشه که حالا انقدر تخصصی که من نمیخوام اون بخش رو وارد بشم. ولی 2 تا بخشه که برای من خیلی خیلی جالبه و خیلی هم علاقه‌مندم که راجبش بخونم و تحقیق بکنم. اون بخش
بخش شناختی و در بخش آخر یعنی ساحت چهارم بخش وجودیه. و روانشناسا متوجه شدن که در تروماها و حالا به طور اخص میشه گفت در تروماهایی که یک خشونت جمعی برای تعداد زیادی از افراد اتفاق میفته، اون بخش شناختی و بخش اگزانسیالیستی یا وجودیش خیلی مهم میشه. مثلا اینکه میتونم به نکات خیلی ساده ای اشاره کنم، حالا نشاید بشه گفت ساده، به نکاتی که همه ما توی فضای مجازی دیدیم. انقدر اتفاقی که افتاده دهشتناکه، انقدر اتفاقی که افتاده ما رو به لحاظ شناختی به هم ریخته که باشه یه سوالاتی ما توی کامنت ها ببینیم که اصلا خدا زنده است. میبینید ما به لحاظ شناختی به هم ریختیم، یا اینکه این چه عدالتیه یا این چه توحشیه. در بخش شناختی خیلی به مسئله برخوردیم و این چیز ساده ای نیست، چون این ممکنه برای عده‌ای مبنای رفتارهای بعدیشون باشه. به عنوان مثال اگر یه نفری احساس بکنه که خب هیچ عدالتی وجود نداره، بعد از این ممکنه دست به رفتارهای اشتباهی بزنه. یا برای یه عده‌ای وقت اعتقاد پیدا میکنن که خدایی وجود نداره، ممکنه طرف به این فکر بکنه که اصلا بذار من دست به خودکشی بزنم. بخش شناختی اینقدر مهمه. و در بخش چهارم یا ساحت وجودی بخشیه که ما هویتمون میریزه به هم. حالا این اتفاق افتاده، اون قسمت بیرونی ما یه سری رفتارهایی رو نشون داده، ولی ما در بخش وجودی به مسئله برمیخوریم و این بخشیه که به نظر من همیشه فکر میکنم، بذار اینجوری بهت بگم فائقه، من فکر میکنم که هر چیزی در جهان 2 تا لبه داره، یه لبه مثبت و یه لبه منفی، یه لبه تاریک، یه لبه سفید. این بخش خیلی ناراحت کننده است، خیلی دهشتناکه، اما من فکر میکنم میشه در قبال این بدی ما بخش‌ها و قسمت نورانی هم ببینیم، اون بخش‌های روشن قضیه هم ببینیم. و اون بخشیه که درسته ما داریم روی یک تیغه راه میریم، ولی میشه به این فکر بکنیم که شاید فرصتیه برای اینکه ما اندیشه هامون رو بازنگری بکنیم. بذار اینطوری بگم، یک بخشی که برای من مهمه و خیلی به عنوان یک روانشناس بهش نگاه میکنم. ببینید این حکومت در طی اون 47 سالی که فعالیت کرده، علیرغم شعارهایی که داده، مثلا یه مونهشو بخوام به صورت اخص بگم، خانواده. همیشه گفته من حامی خانوادم، همیشه گفته که نمیدونم به فرزندآوری تکیه کرده یا هر مسئله دیگه‌ای، ولی ما میبینیم که رفتاری که از خودش نشون داده باعث شده که بخش خانواده در ایران به شدت تنزل پیدا بکنه. ما خیلی از خانواده ها رو میبینیم که به خاطر مسائل اقتصادی، به خاطر مسائل اجتماعی، به خاطر مسائلی که حالا الان شاید فرصتی برای گفتنش نیست، از هم پاشیده شده علیرغم شعارهایی که داده شده. و این یکی از مسائله که من فکر میکنم خیلی میخوام به مبحث ارزش ها بپردازم و اینکه ما چطور یه سری ارزش هایی رو که به لحاظ سنتی در ادبیاتمون، در فرهنگمون، در چیزی که خیلی بهش میبالیدیم وجود داشته، اما در طی این سالها به مشکل برخورده. میگم با وجودی که ما در ادبیاتمون، در فرهنگمون، در سنتمون داشتیم، خیلی کم رنگ‌تر شده. اینا شاید توی گفتگو با عوام شما بشنوین که مثلا در دوران قدیم چقدر مردم بیشتر به هم دیگه اعتماد داشتن، چقدر کمتر دروغگویی وجود داشت. اما ما میبینیم به خاطر زیست در یک شرایط هراسناک یه عده‌ای شروع کردن به تزویر کردن، یه عده‌ای شروع کردن به خاطر منافع خودشون ارزش‌ها رو زیر پا گذاشتن و متاسفانه ارزش‌ها یه حالتی داره که توسط پایه‌های جامعه حفظ میشه و اگر یکی از این پایه‌ها بلرزه متاسفانه پایه‌های دیگه هم میلرزن. و این اتفاقی افتاده که ما امروز
گله و شکایت میکنیم بابت اینکه اون ارزش ها رو کمتر داریم و خیلی علاقه‌مندیم که داشته باشیم. خب من الان فکر میکنم این یک فرصتیه برای اینکه ما بازسازی بکنیم خودمون رو، برای اینکه بیایم روی اون حداقل فضیلت‌های انسانی خودمون رو ببندیم تا دوام بیاریم، تا بعداً روشنفکرا، افراد تحصیل کرده، افراد نخبه که مسائل اجتماعی رو مسلط هستن بیان و به ما کمک بکنن که ما چطور میتونیم بازسازی بکنیم خودمون رو. و مسئله‌ای که هست در الان، ما فکر میکنم که همین که ما روی یک فضیلتی مثل کرامت انسانی، مثل همدلی، روی همین، من واقعا نمیخوام توی این شرایطی که انقدر هممون عزادار هستیم، انقدر شرایط به هم ریخته است، بخوام حرفای بزرگ بزنم که نشه اجراش کرد. ولی من فکر میکنم که حداقل کرامت انسانی آخرین چی میشه بهش گفت، آخرین میخیه که ما داریم و اگه اینو از دست بدیم خیلی چیزای دیگه همراهش از دست میره و مهمه مهربانی کردن، همدلی کردن. برای همین بخشی که ما راجع بهش صحبت میکنیم شفقت در تروماست. چطور میتونیم وقتی که انقدر ناراحتیم همچنان روی بخش انسانیمون باقی بمونیم؟ توی بخش هویتی که شما راجع بهش صحبت کردی، یه چیز خیلی مهمی، یعنی جالبی که برای من حالا بود که نقطه مشترک جفتمون بود توی گفتگو، این بود که ببین دقیقاً از نظر تفکر و از نظر احساسی ما خیلی چیزا رو الان باهاش مواجه شدیم که شاید قبلنها فقط گذرات و یا توی کتابا میخوندیم یا اگر یه فیلمی میدیدیم باهاش مواجه میشد احساساتمون. ولی دیدن دقیقاً صحنه‌هایی که ما میگم توی کتاب‌ها شاید در موردش خونده بودیم که مثلا که عرب اومدن به ایرانی‌ها حمله کردن و اون صحنه‌های خیلی دلخراشی که جوی خون را افتاد و نمیدونم دریای خون بود، سرهای بریده ایرانی‌ها بود که روی هم کوب میشد. ما اینا رو همه رو دیدیم. یعنی توی این 2 ماه ما اجساد و پیکر بیجان ایرانی‌ها رو می‌دیدیم که روی سر هم سواره و برای من به شخص به شدت دردناک بود دیدن این صحنه‌ها. و اینی که من بچه که بودم، دبستان که بودم، میگفتن که دریای خونجوی خون را افتاد. توی ذهن کودکانه خودم گفتم مگه میشه مثلا آدم‌ها رو بکشن و شما جوی خون را بیفته؟ میدونی، یعنی از نظر خودم داستان بود، افسانه بود. خب ولی دیدنش و تجربه‌ای که بیاد، یعنی واقعا توی این دنیای امروزی مخصوصا تو بیای توی یک دنیای مدرن یک چنین وحشیگری رو به چشم ببینی، برای من یکم واقعا برای من قابل هضم نبود. از نظر روانی و احساسی خیلی گره خورده بودم. خب و دقیقا اونجا اون پارادوکسای هویتی سراغ آدم میاد. حالا میتونه هم مذهبی باشه هم هویتی باشه که اصلا مگر خدایی هست؟ من حقیقتا خیلی موقع‌ها به خدا ناباوری میرسم و اینکه نه، ما هر کاری کردیم خودمون کردیم. حتی اون پدری که سر مزار بچهش میشینه و میگه که من خدایا اگر هستی مردانه باش، من میگم ما داریم دستپخت اجداد 2-3 نسل قبلمون رو داریم میخوریم که این انقلاب رو به پا کردن. بنا به نادانی، بنا به رسانه‌های BBC آمریکا و انگلیس، نه، ما گناهکاریم. ما پدرها و مادرهامون گناهکارن که الان این اتفاقها داره میفته. یعنی ما اون بذری که سال 57 کاشتیم رو الان داریم دوام میکنیم متاسفانه. خب و به اونجایی میرسیم که آدم، من خود پیش خودم میگم خدایی وجود نداره. و حتی میبینم توی یه بخشی که خیلی جالبه اینه که خیلی از مذهبیون رو میبینی که همراهن با این اتفاقی که افتاده و با این جنبش و با این انقلاب، ولی همچنان پای اون چیزهایی که بهش اعتقاد دارن موندن. یعنی اونجایی که اسم امام حسین میاد که شما
من خودم استوری که گذاشتم که ما دیگه تا عاشورا نمیخوام، ما داریم دیگه قراری نیست. یعنی همه اون داستان‌ها و اون همه اون چیزهایی که ما بهمون خورانده میشد در تمام این سالها به چشم داری میبینی که به بچه 2 ساله هم برنگردم. پس دیگه دلیلی نداره من بخوام برای علی اصغر نامی که اصلا معلوم نیست وجود خارجی داشته یا نداشته بخوام عزاداری بکنم. اینجا یه سری تناقضات شما حتی ممکنه با اعضای خانواده، ممکنه که با فامیل، با دوستان مواجه بشی، چون بحث هویت ملی یه چیزه، هویت مذهبی یه چیز دیگه است. اونجایی که وقتی که خیلی خط قرمزه و خیلی باریکه و تو خیلی باید کلماتت رو توی دهنت یعنی مزه بکنی و به زبون بیاری یا توی سوشال مدیا که کامنت های نفرت خیلی بد نگیری واقعا. خب توی یه پستی دیدم که اومدن گفتن که ما امسال اصلا نداریم که نوروز نداریم. خب و من برای خودم سوال شد که برای چی ما نباید نوروز داشته باشیم ولی هیچ کس نمیاد بگه که ما دیگه محرم و سفر نداریم، ما دیگه ماه رمضان نداریم. الان امروز فکر کنم 5 یا 6 ماه رمضونه و اکثرا تو ایران روزاشونو دارن میگیرن. چرا پای یه سری این چیزا که میاد سری مسائل ایرانی و اون چیزی که از ریشه ما میاد بیرون اونجا اون باید متوقف بشه؟ و چیزی بود که برای من سوال بود و من بعد گفتم نه، ما دلیل نداره نخواهیم نوروز داشته باشیم، ما میتونیم ماه رمضان نداشته باشیم. و خب باز یه سری کامنت ها توی دایره برای من اومد، میدونی اینا اون چیزاییه که هممون داریم باهاش الان یعنی نبرد ما به غیر از این که یعنی یه مقدار نبرد روانی هم داریم، یعنی جنگ روانی هم داریم با کسایی که دوستشون داشتیم تا دیروز، ولی الان باید وایسی و سینه سپر کنی و بگی که این تفکر شاید غلطه. ببین دقیقاً این بخشایی که داری راجع بهش صحبت میکنی، حالا میگم ما سالیان سال باید هر کسی در هر تخصصی داره این موقعیت تاریخی ایران رو بررسی بکنه و الان شاید حرف زدن عجولانه باشه و شاید از سر احساس باید بیشتر از اینها راجبش حرف بزنیم. اما حالا من با احساس و تفکر و شناختی که در حال حاضر دارم سعی میکنم که به این پرسش پاسخ بدم و اونم اینه که ببین من خیلی سعی میکنم که هر چیزی رو فردی نگاه کنم. من آدمی هستم که معتقد هستم که تغییرات از درون به وجود میاد و هر فرده که تغییر رو به وجود میاد، یعنی تغییر کنار هم دیگه هستیم که یه تغییر بزرگی به وجود بیاد. برعکس عده‌ای هستن که معتقد هستن که نه، اگر یک سیستم درستی باشه میتونه مردم رو تغییر بده. قطعا نه صرفا اینه نه صرفا اونه، شاید با همدیگه بشه کنار همدیگه تغییر شد، ولی من به شخص اینجوری فکر میکنم. برای من همه چیز از درون در میاد و مسئله‌ای که هست اینه که این سوالاتی که برای تک تک ما پیش میاد، حالا یه نفر اون بخش هویت مذهبیشه، برای یک کسی اون هویت ملیشه، برای کسی هویت شخصیشه، همه اینها دچار یک فروریختگی شده و ما داریم اون رو دوباره بناش میکنیم. ببین فائقه جان، این بخشی که هست این که حالا گروه‌های مختلف یک نفری تو اون بخش هویت مذهبیش دچار تضاد شده، یکی در هویت ملیش، یکی در هویت شخصیش. مسئله‌ای که هست اینه که این فروپاشی و این تزلزل در همه اتفاق افتاده و ما به جای این که انگشتم رو بگیریم به سمت این که نه، تو تا به الان داشتی منو اذیت میکردی، تو تا به الان به واسطه نزدیکی فکرت با حکومت داشتی نظرت رو به من تحمیل میکردی و الان وقتشه که من نظرم رو به تو تحمیل کنم. اتفاقا قشر مذهبی قشریان که بیشتر از گروه‌های دیگه جامعه داره بهشون فشار میاد و اون هم به خاطر نزدیکی اون فقط اسم. من اینطور اشاره دارم میکنم، فقط اسم، یعنی حکومت فقط از اسم اسلام استفاده کرد. ما به خوبی میدونیم که به چه ایدئولوژی نزدیک تر بود به جای اینکه حالا به اسلام که خودشون تفسیر میکردن نزدیک بشن. اما ما بخش بزرگی از جامعه رو داریم که
بیشتر از اون چیزی که خودشون رو مذهبی بدونن، خودشون رو مقید به یه سری ارزش ها میدونن و همه ما همینطوره. مگه میشه که ما به ارزش هامون معتقد نباشیم؟ حالا این گروه خیلی زیاد دارن مورد هجمه قرار میگیرن که نه پس شما اجازه ندارید دیگه دسته داشته باشین، اجازه ندارید که عزاداری کنید. ببینید این بخشیه که جامعه ما نیاز داره به ترمیمش. ما نمیتونیم یک شبه ناگهانی بیایم و تمام اونها رو از بین ببریم و بگیم که نه شما نمیتونید داشته باشید یا هر مسئله دیگه. کما این که اشاره کردم بهت فائقه که من فردی دارم نگاه میکنم، شاید بخوام اشاره بدم به یه فیلمیه که خیلی سال پیش من دیدم از آقای مخمل باف به اسم شب‌های زاینده رود. من و تو هم اصفهانی هستیم، یه کوچولو حال عشق داریم به زاینده رودمون. این خیلی بخش دیالوگی که هست برای من همیشه در طی سالهایی که دیدمه، شاید 20-25 سال از دیدن اون فیلم میگذره، برای من خیلی جالبه. بخش معلمیه که گرفتنش، حالا ساواک گرفتتش و داره ازش بهش میگه که تو چرا راجع به شاه بد حرف میزنی؟ بعد میگه که ببین شما اگه باهوش بودی میفهمیدی که اتفاقا من دارم طرفداری میکنم از شاه. میگه که یعنی چی؟ میگه که من دارم میگم که وقتی که مادری به فرزندش یا پدری به فرزندش تشر میره، ظلم میکنه، اون رو نادیده میگیره و در حقیقت میگه هر آنچه که من میگم، بعد اون پدر خانواده میره رئیسش اون کار رو میکنه. اون رئیس یه فردی با سمت بالاتر و همینطور میره تا برسه به اون که در رأس حکومت هست. و داره به چی اشاره میکنه؟ داره به این اشاره میکنه، تفسیر من اینه که داره به این نگاه میکنه که فساد اولا یک شبه به وجود نمیاد و کما این که فقط یک نفر مسئول نیست. تو به نکته بسیار مهمی اشاره کردی، میگی ما الان داریم تاوان اشتباهات اجدادمون رو میدیم، ولی مسئله اینجاست که ما هم اشتباهات خودمون رو داشتیم. ما هم اجازه دادیم که تمام اون چیزی که به صورت مثبت از اجدادمون به ما رسیده بود و نادیده گرفتیم به خاطر منفعت طلبی، به خاطر ترس، به خاطر خیلی اتفاقایی که میگم الان نمیشه بررسیش کرد، ولی ما هم اجازه دادیم که این فساد گسترش پیدا بکنه. و اگر حالا به این درک جمعی رسیدیم که این فساد، فکر میکردیم که تا حالا مرگ مال همسایه هست، خب الان متاسفانه رسید دم خونم. الان بسیاری از افرادی که کشته شدن دوستان خودمان، آشناهای خودمان، فامیلمان، خواهر برادرای خودمونن. حالا رسید که دردمون الان دیگه خیلی بیشتر از موقعهای دیگه است و این اتفاقیه که به نظرم الان اون روح جمعیه انگار که به یه درکی رسید که خب فارغ از اینکه ما مسئولیت حکومت رو، مسئولیت مسئولین رو میدونیم، ولی خب یک بخشایی هم به عهده ماست و الان وقتشه که بسازیمش. الان وقتشه که به این فکر بکنیم که چی داشتیم، چه بخشایش خوب بود. یه نکته دیگه هم هست که من همیشه دلم میخواست یه جایی بگم و اونم مسئله که ما سیستم فکریمون فاقه اینجوریه که وقتی یک مسئله‌ای به نظرمون بد میاد، به جای اینکه حلش بکنیم میایم صورت مسئله رو حل میکنیم. اینطوری برات مثال بزنم که مثلا ما همیشه نقش مادر رو به عنوان کسی که شیرازه خانواده است، به عنوان کسی که خیلی مسئولیت ها روی دوششه قبول کردیم و خب خیلی هم بهش احترام میذاریم به خاطر اینکه توی سنت های ماست، حالا به دلایل مختلفی که الانم میگم جاش نیست صحبت بکنم. ولی یه عده اومدن و حالا با اون افکاری که دارن به مادر داره ظلم میشه. این چه دیدگاه سنتیه که میگه زن شیرازه خانواده است و اومدن نقش مادر رو شروع کردن به تعظیف کردن، شروع کردن بهش گفتن او چه ظلمی بر تو گذشته فلان بیساره. و بعد ما میبینیم این فاجعه و این سونامی که ما در ارتباط با طلاق‌ها داریم اتفاقاتی که در خانواده داریم، به جایی که به این بپردازیم که کجای این اشتباه بود، اون اشتباه رو تصحیح کنیم، ما اومدیم
زدیم زیر پل سنتمون، زدیم زیر پایه تمام اون چیزهایی که یک زمانی جامعه ما رو منسجم میکرد، زدیم زیرش، گفتیم نه اشتباهه، اصلا ما میخوایم مدرن باشیم. مخصوصاً که روانشناسی اجتماعی مردم ایران به ما سالیان سال اینو نشون داده، ما ملتی هستیم که خیلی علاقه داریم بروز باشیم، خیلی علاقه داریم مدرن باشیم، خوشمون میاد. خب تا الان اروپا زندگی میکنی، میبینی حتی کشورهای پیشرفته‌ای که تو الان توش داری زندگی میکنی، اونقدر که ما ایرانی‌ها علاقه به مدرن بودن داریم اونا ندارن. اونقدر که ما در پوششمون، در نوع زیست خانوادگیمون، در خیلی چیزا دوست داریم مدرن باشیم، ما این رو نمیبینیم. اینجایی که من هستم که دیگه 100 برابر اینها هنوز ما فکر میکنیم عین روستاهای ایرانن و میگیم چرا شما انقدر پیشرفته نیستین. ببینید این روانشناسی اجتماعی ما ایرانیاست، ما خیلی دوست داریم که مدرن باشیم، برای همینه که زیست غربی رو انقدر بهش بها میدیم. من نقد نمی‌کنم ها، حرفم اینه که یه نگاهی بهش بندازیم و این باعث شد که ما فکر کنیم علت عدم پیشرفت‌های ما این سنت‌های دست و پاگیرن. ببین من خیلی دارم به کلمه سنت اشاره میکنم، چون برای من سنت یه تعریفی داره و مسئله‌ای که هست به شدت با ارزش‌ها قلاب شده همدیگه است. خب من به ادبیات به شدت علاقه دارم، چون توی این ماجراهایی که اتفاق افتاد یه ویدیو به خاطر بابام دادم و اونم این بود که گفتم پدر من همیشه یه مصرع شعر رو میخوند و اینکه خرابی که از حد بگذرد آباد میگردد. ببین همین یه جمله منو از بسیاری از تاریکی هام نجات داد. چرا؟ به خاطر اینکه اون ادبیاتی بود که در دل من نشسته بود، به اضافه هزاران شعر دیگه‌ای که پدرم میخوند. خب قشنگ یه بار دیگه بگو. خرابی که از حد بگذرد آباد میگردد. شعر کاملش رو توی پیجم گذاشتم به یاد بابام که چقدر مهمه که اینها ما رو زنده نگه داشتن. ببین الان من توی نسل جدید میبینم این که میگن ما زمان کوروش اینو داشتیم، زمان داریوش اینو داشتیم، یا هر منشور هخامنشیا یا هر مسئله دیگه‌ای، دارن به این نکته اشاره میکنن و نسل آگاهی هستن به نظر من. خب و ما هیچ وقت یادمون نره 1400 سال یک تفکر به شدت منحط حکومت میکرده بر روح و قلب این مردم و مردم تلاش کردن خودشون رو زنده نگه دارن. و اگر ما ایرادی میبینیم باید ببینیم که اون اصل کاریه چیه، اونی که به ما میگفت راه درست و غلطه اون چیه. این چیزیه که من فکر میکنم ما باید راجبش خیلی فکر بکنیم. جانم توی صحبتات اول صحبتامون یه اشاره‌ای به داستان شاهنامه و فریدون و ضحاک کردی. یه نکته‌ای رو توی اون اشاره کردی که من نشنیده بودم و اون این بود که فریدون زمانی که اسرا رو از توی زندان آزاد میکنه دستور میده که سر و موی زنان اسیر رو بشورن، که این برای من خیلی جالب بود و یه تفسیری پشتش داشتی. اون رو دوست دارم خودت یه بار دیگه بهش اشاره بکنی و بازش بکنی و ربطش بدی به چون داستان فریدون و ضحاک الان داستان الان ماست که جالبه که چند صد سال پیش فردوسی نقل کرده، الان داریم تجربهش میکنیم. این نکته که شما گفتی خیلی به نظر من موشکافانه بود و دوست دارم که از زبان خودت بازش بکنیم و ربطش بدیم به اون دنیایی که الان داریم از نظر روانی داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم. دقیقاً. ببین اتفاقی که میفته خیلی نکته جالبیه. حالا من یه بک میزنم کوچولو عقب‌تر که ببینین که چی شد این اتفاق افتاد. مسئله‌ای که هست زمانی که ضحاک اومد انگار یه اعتماد به نفس کمی داشت به نظر من و میدونست که از هیچ طریقی نمیتونه روی این سرزمین با این ویژگی ها بمونه.
و سعی کرد که چون سحر و جادو رو من اینجوری نگاه میکنم، بیخردی نگاش میکنم، در مقابل خرد قرارش میدم، یعنی سحر و جادو رو در مقابل خرد قرار میدم و احساس میکنم که آدم‌هایی که از خردشون استفاده نمیکنن تمایل پیدا میکنن که به یه سری اندیشه های اشتباه رو بیارن و وقتی که اومد و دید نمیتونه حکم فرمایی بکنه، سعی کرد که اندیشه بد رو القا بکنه و حالا داستان رو شاهنامه فردوسی در شاهنامه اینطوری بیان میکنه که اون زنان و دخترانی که خیلی هم دوست داشت، یعنی اینجوری بود که به همون شیوه تفکری خودش هر زن زیبایی، هر دختر زیبایی رو میگرفت می آورد داخل شبستان خودش، آلوده میکرد فکر و ذهن اون رو با جادو و سعی میکرد که به اونها حکم فرمایی بکنه. و وقتی که فریدون وارد قصر ضحاک میشه، سردرش یه جادویی رو گذاشته بوده، یعنی چون میدونسته به واسطه اون خوابی که دیده بوده میدونسته که یه همچین کسی میاد و به زعم اون خیال باطل خودش یه دونه جادو گذاشته به سردر قصرش، در صورتی که به نکته‌ای میخوام اشاره کنم که پادشاهان ایرانی چون فرشون رو از ایزد میگرفتن، یعنی اون تاییدیه‌شون رو انگار از خداوند میگرفتن، عادت داشتن که نمادهایی که نشون دهنده خدایان بوده رو سردر قصر میذاشتن، ولی دقیقاً یه آدم معلوم الحالی مثل ضحاک سردرش رو جادو میذاره و ما امروزه داریم اینو میبینیم دیگه. من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم چون به شدت ناراحتم میکنه، ولی اولین کاری که فریدون میکنه اون جادو رو میکشه پایین، زنان رو از شبستان خارج میکنه، دستور میده سر و موشون رو بشورن و به تمام زنان دختران میگن آزادید، به جز اون دو خانومی که در حقیقت زنان جمشید بودن، اونها رو نگه میداره چون اونها شاهزاده بودن. و مسئله‌ای که هست اینه که برای منی که از دید روانشناس به این مسئله نگاه میکنم، شستن سر و مو، ببینید فردوسی اشاره نکرده فرستاد اونا رو برن حمام، میگه سر و موشون رو شست، اشاره به اندیشه داره میکنه، اشاره به اون افکارهای اشتباهی داره میکنه که در ذهن این زنان مونده. و من اون اینطوری نگاه کردم که ما، حالا نمیخوام که بگم زنان، من دارم میگم ما مردم ایران انگار یه سری اندیشه هایی رو در طی این سالها شکل دادیم که انگار از خرد آبشخور نداره، انگار که سرش تو خرد و آگاهی نیست، سرش تو اشتباه کاریه، سرش تو خطاست، سرش تو خیلی از جاهایی که خوشایند نیست واقعا بخوام حالا بگم. و الان زمانیه که این همگام شده با اون چیزی که من بهش میگم که بخش در حقیقت ساحت وجودی، اون بخش اگزانسیالیستی، اون بخشی که خب اگر که اینا میگفتن و اینها خطاست پس درسته چیه. من فکر میکنم این الان جستجوی درستی، جستجوی نور و آگاهی میتونه چراغ راه ما باشه، چراغ راه ما باشه که نمیتونیم چه کار باید بکنیم. تو به مسئله خودکشی ها اشاره کردی، اون بخشی که طرف در یک تاریکی، در یک ناامیدی عمیق داره به سر میبره چون نمیبینه نوره رو. اگر آدم و نوره رو ببینن دست به خودکشی یا حذف خودشون نمیزنن. و من همینو میخوام بگم، اگر ما شروع کنیم برای پیدا کردن اون چیزی که بهش هویت شخصی میگیم، دنبال این نورا، دنبال این آگاهی ها، یکی میره الان تاریخ میخونه توی این شرایط، یکی سعی میکنه یه مهارت یاد بگیره. الان گروهی هستن، من روزای اولی که این ماجرا پیش اومده بود یه نکته‌ای رو گفتم، فائقه جان، این که آدم ها وقتی یک اتفاقی میفته انقدر دردناک، بعد ببینیم برای کیه، با چه پیش زمینه‌ایه، با چه ویژگی ها و حمایت های اجتماعیه. وقتی یک نفری به لحاظ فردی خودش قبلا تروما داشته، حالا اومده یه ترومای جمعی روش قرار گرفته، به لحاظ ژنتیکی یک فرد افسرده است، حمایت اجتماعی نداره، این آدم تاب‌آوریش کمه. ولی در مقابل ما گروهی داریم که این فرد تونسته از خودش مراقبت کنه،
پیش مشاور میرفته، حواسش به خودش بوده، یه روتین سالمی داشته، ورزش میکرده، پرانگیزه بوده، سیستم حمایتی خوب خانواده رو داره و مسئله سلامت روانش متعادله. خب این تاباوریش بالاست. موظفیم کسانی که تاباوری بالاتری دارند مراقبت بکنن از آدم‌هایی که تاباوری پایین‌تری دارن. ببینید ما باید بفهمیم که ما یک بدنیم و این بدن در بخش‌هایی یه سری از اندام‌ها بیشتر کار میکنن. به عنوان مثال بخوایم بگیم وقتی که ما دچار مثلا وحشت میشیم یه سری هورمونا شروع میکنن به کار کردن، یه عده دیگه پا پس میکشن، نه اینکه ناتوانن، موقعی که اونها باید فعالیت بکنن. از لحاظ روانشناسی بخوام نگاش بکنم یه عده هستن که تاباورترن به هر دلیلی، شاید یاد گرفتن، شاید تمرین کردن. خب باید به اون بخشی که خودشون رو گم کردن، دچار یأس و ناامیدی شدن، نمیتونن آیندهشون رو ببینن، کمک بکنن. زمانی که فکر میکنم حالا فکر کنم که 1-2 هفته بعد از شلوغی ها و اون اتفاقات و اون کشت و کشتار، اولین خبری که یعنی خبرش اومد که یک جوانی که خارج از ایرانه به دلیل اینکه نتونسته تاباوری بکنه از شرایطی که پیش اومده دست به خودکشی زد. و بعد از اون ما یک ویدیوی دیگه‌ای 1-2 هفته پیش دیدیم که یک پسر ایرانی که گویا بلایر هم بوده اون هم دست به این کار زده، یعنی ویدیو از خودش رکورد کرده بود و بعد خودش از بین برد. یعنی میزان بعد اونجا بود که برای من این سوال ایجاد شد که مخصوصا برای ماهایی که توی غربت هستین، نه الزاماً ولی من احساس میکنم به دلیل اینکه ما حمایت عاطفی خانواده رو نداریم و با عده محدودی در ارتباط هستیم، این قضیه خیلی میتونه سخت‌تر برای ما بگذره و اینکه ما صبح تا شبمون الان توی سوشال مدیا میگذره به این دلیلی که دوست داریم بدونیم اوضاع احوال ایرانمون چجوریه، از خانواده با خبر بشیم، ولی در عین حال حجم اون غم و اندوه و سوگی که داریم دریافت میکنیم از پست ها و از سوشال مدیا خیلی بیشتر از توان جسمیمونه. خیلی موقع ها توان روانی ما خیلی موقع ها اون ظرفیتش، گنجایشش در اون حد نیست و خب چه خوبه که اگر آدم ها بتونن به هر نوعی که میتونن، حداقل به قول شما اونی که تاباوری بیشتری داره بتونه حمایت بکنه. میدونی که این انرژی به همدیگه منتقل بشه و این برنامه‌های هفتگی که توی همه شهرهای دنیا الان هست که هر هفته همه جمع میشن، خود همین خیلی کمک میکنه. همین که هم صدا میشن، حالا یا راهپیمایی یا یک جایی تجمع میکنن، حرف میزنن، هم صدا میشن، با هم گریه میکنن، هم بغل میکنن. این اتفاقات من احساس میکنم خیلی خیلی کمک میکنه به اون تاباوریه. ولی چه خوب که اگر ما کسی رو میشناسیم دور و بر خودمون که میدونیم که توی کامیونیتی ایرانی نیست، توی فعالیت‌های ایرانی‌ها خیلی شرکت نمی‌کنه، آدم تنها تریه، بتونیم واقعا کنارش باشیم و هر جور که میتونیم اون انرژیمون رو یکم تقسیم بکنیم که یکم از اون حجم سنگینی که رومونه از نظر بار معنای منفی که الان هست بتونه کم بکنه. ببین فارغ جان، خیلی به نکته خوبی اشاره کردی. حالا میدونید ما کسایی که خارج از ایرانن با کسایی که داخل ایرانن یه سری موقعیت هایی رو دارن که میتونن ازش استفاده کنن. حالا بچهای ایران میتونن همدیگه رو تو خیابونا که ببینن سعی کنن که با همدیگه همدلی بکنن، سعی بکنن که به همدیگه امید بدن، از همدیگه حمایت بکنن. ما بچه‌هایی که خارج از ایرانیم یه چیزی داریم که فعلا بچه‌های ایران کمتر دارن به واسطه امنیت و اون اینم که ما میتونیم روایت کننده این ماجرا باشیم. چون حالا توی بخشی که من خیلی دلم میخواد که راجع به تاباوری و روایت و معنا در مورد اتفاقی که افتاده، شاید حالا یه جلسه دیگه بیشتر با هم دیگه حرف بزنیم. ببینید روایت کردن کمک میکنه به سوگواری ما.
خب یعنی وقتی که ما انقدر این ماجرا رو روایت میکنیم، نه تنها به بچه‌های در ایران کمک میکنیم، نه تنها به جامعه جهانی اجازه فراموشی نمیدیم، اجازه نمیدیم که در همهمه های اخبار دیگه گم بشیم، نادیده گرفته بشیم، از این طریق ما به خودمون داریم کمک میکنیم. این روایت کردنه به سوگواری ما بسیار کمک میکنه، به تاباوری ما به شدت کمک میکنه. حالا هر کسی نسبت به نقشی که داره، شاید یه نفر توی سوشال مدیا آدم فعالی باشه، تعریف بکنه یا به بقیه بگه داستانتون رو بگینید من تعریف میکنم، یا افراد دیگه ای سعی میکنن از طریق عکس، از طریق هنرشون، از طریق قلمشون، از هر طریقی که بلدن روایت کننده این ماجرا باشن تا گم نشه و ما تمام این رو به عنوان یک سند تاریخی نگه داریم. که توی روایت ها، در مورد روایت که میگی، خیلی موقع روایت هایی که میبینیم روایت ها واقعی خیلی هم دردناکه ها، یعنی خوندنش محاله که شما برانگیخته نکنه از نظر احساسی، ولی واقعا خیلی درسته نوشتنش، بیانش، حالا به هر نحوی. وقتی که دو نفرشی میکنم و صحبت کردم، من احساس میکنم که در کنارش، یعنی موضوع صحبت یه چیزیه و بعد چیزهای دیگه کوچیک 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 اشاره میشه. فکر میکنم که بهتر باشه که امروز بحث امروزمون رو تا اینجا تمام بکنیم و در مورد تاباوری و خب یه سری موضوعات دیگه ای که کمتر بهش شاید پرداخته شده یا پرداخته شده ولی خیلی کلیشه‌ای بوده، از یه زاویه دیگه‌ای، یه زاویه متفاوتی بخوام بهش بپردازیم، حتما توی اپیزودهای بعدی ازت بهره میگیرم. خیلی ممنونم بابت تایمی که امروز دادی و به ما دادی و امیدوارم که باز بتونیم توی پادکستمون داشته باشیم. مرسی فائقه جان، ممنون از خودت بابت وقتی که گذاشتی، فرصتی که به من دادی که با هم صحبت بکنیم. گفتگوی بسیار دلنشینی بود، به موضوعات زیادی پرداختیم. فکر کنم که حرف تو دلمون خیلی بود و شاید در یک فرصت مناسب بتونیم هر یک از این گزینه‌ها رو بیشتر با هم بازش کنیم، بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم و امیدوارم که به زود ببینمت. مرسی از شما که همراه من بودی. اگر که نظر، انتقاد، پیشنهادی دارین حتما کامنت بکنین یا دایرکت بدین. اگر در مورد موضوعی دوست دارین که صحبت بشه راجبش، حتما با ما به اشتراک بذارین. تا اپیزود بعدی، بدرود.